آیا تصمیم دارین که از این کدام چیز بگیرین به خانمتان؟ آره حالا تصمیم داریم، حالا ببینیم که خوششون میاد باز میگیریم. ایران، اندونزیا، عربستان، قطر از اینجا آمدن، از رفته ما دیدن کردن و همچنین از سنگای مدنی افغانستان دیدن و زده شدن. تصمیم دارین از اینجا چیز بخرین ببرین خانه؟ خریدیم خب حالا باز نفهم دیگه چیز میخریم، یعنی یک سیت خریدم دستبند. قیمت از این باز چند؟ 10,000 افغانی. 10,000 افغانی. ایره مردم خوب ساخته. ایره خوستی ولی سابقه است. سابقه است. شما چند دانه موتورسیکل خانه به فروش رساندید؟ تا حدود 15 الی 20 اراده ما در این چند روز به فروش رساندیم. لیما جان چطور خواستی بیایید در نمایشگاه اشتراک کنید؟ خب به خاطر که سومین نمایشگاه کشور ما است که اینترنشنال برقرار میشه. کدام چیز زیاد خوشت آمده که میخوایی بخری؟ خوشم که یک پیرهن که قیمتش $2,000 است. و دیگر نشد بگیرمش. فروشات داشتین اینجا؟ بله بسیار زیاد فروشات داشتیم دیگه. کلشان زیاد گفتن که یعنی چطور که خندار خلش باب خودش تولید میکنه، یعنی کلش زیاد فروشات کردیم. انتقال 3 دفعه ما پس از خندار مال خواستیم. 20 افغانی از دیدن از اون میگیرین یا قیمت از اون؟ نه خیلی 20 افغانی فقط به خاطر سرگرم ساختن مردم است. ببینیم که نظریاتشان چقدر است، چی توقع از ما دارن، آیا پرداخت 20 افغانی روی قرار دارن یا خیر. بسیار خوب. دوایی که اینجا آوردین بیشتر از کدام کشور است؟ دلته دغه دوا چې زموږ سره شته دا خپله د دې په افغانستان کې تولیدېږي، په افغانستان کې جوړېږي او په افغانستان کې افغانانو ته عرضه کېږي. کوم خرید سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام بیننده های عزیزی که مرا فعلا بیننده هستند. آرزو دارم که دارای صحت کامل باشین. بیننده های عزیز، امروز ما به یکی از نمایشگاه های بزرگی که در شهر کابل برگزار شده آمدید. اینجا دیدار میکنم، همراه مردم صحبت میکنم، کسایی که خواستین اینجا مسئولاتشان به نمایش بگذارن، همراه هموطنان ما صحبت میکنم درباره این نمایشگاه. و امروز روز 5م نمایشگاه است. ببینیم چقدر این نمایشگاه بالای اقتصاد کشور ما تاثیر خوب گذاشته. پس تا آخرین لحظات بیننده باشین و از برنامه امروز من لذت ببرید. دو نفر در حال عکس گرفتن هستن، نمیفهم نامزادا هستن یا زوج هستن. من میخوایم نمرشان مصاحبه داشته باشم. سلام وقتتان بخیر. خوب هستین؟ ممنون. شما خوب هستین؟ شکر سلامت باشین. اول از می بگوین کی خانمتان میشه، چی نزدیکی دارین؟ آره خانم هستم. بسیار خوب. چطور خواستین برین در این نمایشگاه اشتراک کنین، دیدن کنین؟ علاقه‌مند بودیم، گفتیم باشه، نه قرار بود دیروز بایم، باز فرصت نشد، امروز اومدیم. از راه دور اومدیم، از برشی اومدیم به خاطر نمایشگاه خوب بود. بسیار خوب. فراموشم نشه نامتان چی بود؟ نام من نوید. نوید جان. و نام خودتان؟ رخصت. رخصت جان، شما زمانی که شما اینجا در نمایشگاه آمدین دیدن کردین، چطور بود نمایشگاه؟ خوشتان آمد؟ خب در واقعیت فعلا که مکانهای دیگه برای ما بسته است. هیچ آمدیم که هم از مسئولات که در افغانستان است دیدن کنیم، هم بر خود ما مثل یک تفریح که بیرون ببینیم، چون فضای پارک اینا برای ما بسته است دیگه نه. و داخل خوب بود. مثلا دفعه پیش که من اینجا آمده بودم خیلی سختگیری زیاد بود. امری به معروفه که خانمایی که در بین مردم بودن اینا خیلی راحت نمیماندن دخترها را. این بار خیلی خوب بود و چیزایی هم که داخل بود چیزای خیلی خوب و قشنگی بود. و ما چیزی که خرید کردیم فقط از یکی از صنایع دستی بود که چی گرفتیم، صنایع غذایی بود که شیرینی گرفتیم. بسیار خوب. چندمین بارتان است که در این نمایشگاه اشتراک میکنین؟ این دومین بار است و دیگه هر باری که نمایشگاه میشه، مثلا یا در قصر دارلمان است یا در اینترکانتیننتال است، ما اشتراک میکنیم. بسیار خوب. در این باری که آمدین فقط از غذا خریداری کردین. در نمایشگاه بعدی چی خریداری میکردین؟ خب ببینیم چی هست. من این بار آمده بودم که برای خزانی یگان عبا اینا ببینم
ولی متاسفانه برای فصل چیزی نآورده بودن. هر آن چیزی که بود مربوط فصل بهار بود، تابستان بود و چیزی برای پوشیدن خرید نتونست. بسیار خوب. شما چی میخواین به خانمتان در این نمایشگاه بخرین؟ آیا تصمیم دارین که از اینجا کدام چیز بگیرین به خانمتان؟ آره حالا تصمیم داریم، حالا ببینیم چی خوششون میاد باز میگیریم. خب فرض کنین یک چیز خوششون آمده، بسیار زیاد قیمتش بلند است، پولم پیش شما نیست، چی میکنین؟ حالا یک کارش میکنیم که بگیریم دیگه، حالا که قرض نکنیم. بسیار زیاد خوب. شما چی تصمیم دارین به شوهرتان بخرین؟ خب هر چیزی که خوششون بیان همونه. هر چیزی که خوششون آمد. خوششون همراهتان مصاحبه داشتم، صحبت کردم. زنده باشین، سلامت باشین، وقتتان بخیر. دوستای عزیز، فعلا ما در قسمتی هستم که یک دختر خانم خواستن که ما همراهشان مصاحبه داشته باشم، صحبت میکنم همراهشان. سلام، وقت بخیر. سلام، وقت بخیر. امید که جور صحتمند باش. سلامت باشین، زنده باشین. آرزو میکنم که شما هم خوب باشین، فامیل محترمتان هم خوب باشه. نامتون؟ صدف هستم. صدف جان، شما در نمایشگاه از کدام قسمت کابل آمدین؟ ما از قسمت گلبهار تاور. گلبهار تاور آمدین. چگونه بود نمایشگاه؟ خوشتان آمد؟ نمایشگاه را زیاد تعریف شنیده بودم، که بینم واقعا بسیار جای مقبول است. چیزی که واقعا زیاد خوشم آمده ای است که در هر دکانی که میایی از هر فرهنگ و هر قوم و ملیت امو رسم و رواج و چیزایش است. بسیار زیاد خوب. تصمیم دارین از اینجا چیز بخرین ببرین خانه؟ خریدیم. خب حالا بعض نمیفهم دیگه چیز میخریم، یعنی یک سیت خریدم دستبند. بسیار خوب. یک نفر بامیانی بود. بسیار خوشم آمد دختر. بسیار خوب. درباره قیمت ها بگو. اینجا قیمت ها متفاوت است نسبت به چیزایی که در بیرون فروخته میشه؟ راستش اینجا چیزایش منحصر به فرد است، چیزی که در بیرون پیدا نمیشه. خب قیمتش یکمه که بلندتر است از چیزایی که در بیرون. بسیار خوب. اگر ما تو نمایشگاه برگزار شود، تصمیم دارین که در تمام نمایشگاه اشتراک کنین؟ بله، یکی از چیزایی که واقعا میخوام اشتراک کنم این است که درباره فرهنگ کشورم بفهمم. خیلی ملیت است که اصلا ما دربارش معلومات کافی نداریم، بخصوص فرهنگ و فولکلورش. بسیار خوب. فعلا مصروف چی کار هستین خودتان؟ من حالا خوب پیش خود درس میخوانم. اینجا کابل آمدیم از مزار به خاطر آمادگی تافل دیگه، ببینیم چی میشه. آرزوی موفقیت دارم براتون. همیشه موفق باشین، سرفراز باشین. خوش شدم که همراه شما مصاحبه داشتم. ما داخل نمایشگاه هستم. اینجا یک چیز توجه مرا جلب کرد که اینجا به نظرم سنگای مدنی است. همراه همین کسی که در نمایشگاه است و همین سنگای مدنی را به نمایش گذاشته صحبت میکنیم. بیننده باشید. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلامت باشین، زنده باشین. نامتون؟ محمد امین علیزاده هستم. محمد امین، اینجا شما آمدین که سنگای مدنی را به نمایش بگذارید. ما شرکت لابراتوار هریبا و لابراتوار بخش معدن داریم و ما سنگای مدنی افغانستان که کسایی که کارهای بخش معدن میکنن، شرکت های استخراجی و دوستان میارن برای ما سنگ میارن، ما تست میکنیم و این سنگایی که اینجا شما میبینین کلن از معادن افغانستان است. اینا رو ما تست کردیم آوردیم برای نمایش. بسیار خوب. بازی سنگا نامای مشخص از خود داره، اما مشهورترین سنگ و قیمتی ترین سنگ برای ما بگوین کدام است؟ سنگای قیمتی خو اونا سنگای گوهری هستند. ما این سنگایی که هستن سنگای مدنی هستند که ازشان مثلا سنگ فلزات است، فلز آهن از مگنتیت است که ازش آهن استحصال میشه. مثلا جس داریم، سنگ ملخیت است که سنگ مس فلز مس ازش استحصال میشه. سنگای منرالی هستند. بسیار خوب. اگر اشتباه نکنم امروز روز پنجم نمایشگاه است. در روز پنجم نمایشگاه چگونه می‌دیدین بازدید مردم در این نمایشگاه؟
بازدید مردم بسیار خوب است. مردم با شور و شوق و اشتیاق میایین از غرفه ها دیدن میکنن. کسایی که مثلا از غرفه ما دیدن کرد اکثریت وقتی که سنگای معدنی افغانستان دیدن ذوق زده شدن. میگن ما میریم به سیاحت، میریم به کوه میریم، اما نمیفهمیم که ما این سنگا چی است. حالا که اینجا آمدن هر کدوم به عکس میگیره، هر کدوم معلومات میگیره، میگه بعد از اینکه ما بریم میفهمیم که این سنگا چی است و این سنگا به چی به درد میخوره. بسیار خوب. خارجی هم از اینجا بازدید میکنن؟ بله بله. در اینجا روز پنجم نمایشگاه است. در این 5 روز ما از کشورهای مختلف مثل چین، ایران، اندونزیا، عربستان، قطر از اینجا آمدن، از غرفه ما دیدن کردن و همچنین از سنگای معدنی افغانستان دیدن و ذوق زده شدن. بسیار خوب. فروشات داشتین در اینجا؟ ما خب اینا را لابراتوار میکنیم، بخش فروشی نداریم. کسایی که میانن بسیاری کسا آمدن سنگای خود آوردن نشان دادن و گرفتن، گفتن ما میاییم برای شما این سنگال پر تست دادن. بسیار زیاد خوب شدم که همراهتان صحبت کردم. سلامت باشین. همیشه موفق باشید. سلامت باشید. خوش آمدید. دوستای عزیز، فعلا در بخشی هستم که اینجا یک خانم لباسهای افغانی را به نمایش گذاشته. سلام. سلام. خوب هستین؟ سلامت باشین. خدا به بیننده معرفی کنین. اسمم لیما، یکی از اشتراک کنندگان نمایشگاه بین المللی ابوانیفه. خانم لیما، شما اینجا لباسهای افغانی را به نمایش گذاشتین. در مدت 5 روز چطور می‌بینین این نمایشگاه را؟ چقدر تاثیر داشته بالای فروشات شما؟ با خدا تاثیر خوب داشت، مگم نسبت به 2 سال قبلی او قدر زیاد نبود دیگه. بسیار خوب. لباسایی که اینجا شما ساختین خودتان یار ساختین؟ بله، در حدود 12 خانم است که به ما کار میکنه و تمامش مسئولین هستن که فعلا دیگه کار دستی یارا میکنن. از خاطر تمام شای ما دیزاین میتونم باز اونا کار میکنن، باز اگر نمایش باشه میاریم به نمایشگاه. بسیار خوب. قیمت ها کدامش فرق میکنه یا نه کلشون قیمت های نه فرق میکنه، قیمت ها فرق میکنه. همینجا قیمتی ترین لباستان کدام است؟ قیمتی ترین لباس ما یک لباس کهنه است که او از حال نیست دیگه، چون کار مردم خوست است. بله. ولی از سابق است. ایران کهنه. قیمت از این چند است؟ 10,000 افغانی. 10,000 افغانی. ایره مردم خوست ساخته. ایره خوستی ولی سابق است. سابق است. این لباسای دیگه تون مربوط کدام ولایت بیشتر؟ این دیگه از خود کابل میگوسن. از خود کابل میباشم. کلاهی که در سرتان از ایره خودتان هم ساختید؟ بله، ایره خودم ساختم. داخل کارگاه جور میشه. بسیار زیاد مقبولتان میگه. چطور خواستین که بیاین در این نمایشگاه اشتراک کنین؟ خب من هر سال اشتراک میکنم. بسیار خوب. من خانم فعال هستم که نمیخوام هیچ وقت به حساب زیر تاثیر برم و در خانه باشم. بسیار زیاد خوب معلوم میشه که ما تو خانم فعال هستیم که ما این نمایشگاه اشتراک کردین. نظرات مردم چگونه از کسایی که از خارج از کشور آمدن لباسا را دیدن کردن؟ به خدا نظریاتشون بسیار خوب است. نسبت به داخلیام قدر لوازم لباس ما را خارجی‌ها زیادتر میدانن. دیروز رئیس یونما آمده بودن، دوستان مگی آمده بودن، باز از اینجا خریداری هم داشتن. بسیار از پیرانهای سابقی مقبوله خریداری کردن، تمامش گرفتن. بسیار زیاد خوب. خوش شدم که همراهتان مصاحبه داشتم. سلامت باشید. آخرین پیام اگه به بیننده ما کدام پیام داشته باشید؟ با خدا من این پیام دارم به دوستای خود که هیچ وقت توقع اوناست نه زیر تاثیر برن و نه ناامید شوند. در هر حالت میتونن یک فعالیت داشته باشن. زنده باشین خانم. قربانتان. دوستای عزیز، اینجا بخش موتورسیکلت است که اینجا خواستن اما موتورسیکلت ها را به نمایش بگذارن. سلام، وقتتان بخیر. علیکم السلام. میشه خدا به بیننده‌های ما معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عتیق الله سروری هستم، یک از اشتراک کننده های نمایشگاه بین المللی امام ابوانیفه. بسیار خوب. شما بخش موتورسیکلت اگر نام اشتباه نکنم دارید؟ بله، موتورسیکلت هوندای ژاپنی است. درباره موتورسیکلت که اینجا آوردین صحبت کنین، معلومات بدین که از کجا وارد شده؟ موتورسیکلت ما که هستن ساخت کشور ژاپن هستن که ما اونا را به حساب افغانستان وارد ساختیم. بیش از 20 سال میشه که ما در افغانستان فعالیت داریم و این نمایشگاه را که فعلا ما اینجا اشتراک کردیم
در بخش فروشات ما و در بخش اورنس به خاطر مشترین ما خیلی موثر تمام شده است. بسیار خوب. فقط امی از کشور ژاپن وارد میشه، از دیگه کشورها نیست؟ نه خیر. فروشاتتون چگونه است این روزا؟ الحمدلله فروشات ما در این روزهای امروز روز پنجم نمایشگاه هستند، الحمدلله خیلی بهترین است. نظر به اینکه اکثریت دوستایی که از این نمایشگاه دیدن کردن و اینجا آمدن، خیلی کسایی بودن که حتی معلومات نداشتن درباره موتورسیکل‌های هوندا که اونا هم در افغانستان وجود دارن، ولی خوشبختانه که یک فرصت بهترین بود هم برای ما و هم به مشترین ما که همچون یک فرصتی است برای یک معلومات درباره موتورسیکل‌های ژاپنی رسیده است. بسیار خوب. جمع جوش مردم چی می‌بینید؟ چطور می‌بینید این روزا؟ چگونه است این نمایش؟ جمع جوش زیاد داره؟ الحمدلله خیلی خوب است. تا جایی که ما دیدیم از دوستایی که اینجا امروز ما صحبت کردن، دیدار کردن، دوستایی بود که از ولایات به کابل آمده بودن خاص به خاطر از اینکه از نمایشگاه دیدن بکنن و چی تولیداتی که داخل افغانستان است اینجا مردم به نمایش گذاشته از اونها دیدار بکنن و در ضمن کسایی که بیرون مرزی به افغانستان به داخل افغانستان در این نمایشگاه اشتراک کردن از اونها هم دیدار کردن و خیلی موثر تمام شده. بجز از مردم افغانستان بیشتر کدام مردم خارج از اینجا دیدن میکنن؟ اینجا در چند روزه که ما دیدیم از چین، ژاپن، از امریکا، از جرمنی، روسیه آمدن از این نمایشگاه دیدن کردن. مثل کشوری که ما نام گرفتن بیشترین کسایی که ما به حساب دیدیم و صحبت کردیم در لابلای صحبت ها از دوستای بودن و همچنان گفتم میتونم که حتی سفیر چین هم از این نمایشگاه دیدار کرده است. بسیار خوب. در 5 روزی که نمایشگاه برگزار شد شما چند دانه موتورسیکلتان به فروش رساندید؟ فعلا ما که اینجا اصلا ما خواستیم موتورسیکلات خود به نمایش بگذاریم تا که هر دوستی که هم کشوری که به اینجا میان دیدار میکنن یک اورنس برشان باشه، ولی در قبال اکثریت دوستایی که در لابلای صحبت‌ها در لابلای تشریحاتی که ما برایشان ارائه کردیم اونا دلچسپی پیدا کردن و تا حدود 15 الی 20 اراده را ما در این چند روز به فروش رساندیم. قیمت‌هایشان چند است؟ قیمت‌هایشان از ما تقریبا چندین مدل هستند که ما میتونیم بگیم 70 سی سی است. قیمت از اینا خاص به خاطر نمایشگاه ما یک تخفیف ویژه را مد نظر گرفته بودیم که 38500 افغانی قیمت داشت و در مقابل ما گفتم میتونیم مدل‌های دیگه ما که 70 سی سی دریم میگیم اونا 43500 افغانی و در مقابل مدلی که ما داریم 100 سی سی هستن اونا 56500 افغانی هستن و موتورسیکل‌های 125 سی سی ما که 125 سی ما دو مدل دارن، یکی ساده است بدون سلفی هستن و یکی هم سلفی هستن. بدون سلفی ما 4 گیره در حدود 60500 افغانی قیمت داره و 5 گیره گولد ادیشن ما که 79500 افغانی قیمت داره. بسیار زیاد خوش شدم کامرایتان صحبت کنم. همیشه موفق. سلامت باشید. وقت از این رسیده که همراه یکی از اشتراک کننده‌های همین نمایشگاه صحبت کنیم. فعلا همینجا دو دانه دخترها همراه ما هستن، صحبت میکنیم همراهشان. سلام وقتتون بخیر. سلام وقتتون بخیر. خوب هستین؟ تشکر. زنده باشین. شما خوب هستین؟ اسمتون؟ اسمم ایمان قادری. اسم شما؟ رایان قادری. رایان قادری. لیما جان چطور خواستی بیاید در نمایشگاه اشتراک کنید؟ خب به خاطر که 30مین نمایشگاه کشور ما است که اینترنشنال برقرار میشه، خواستیم که از صنایع دستی محصولات کشور ما همچنان دیگه مسائل کشور ما دیدن کنیم. مثلا زمینه مسائل میشه با ما که بسیار از هنرهای ما را اینجا ببینیم، هنرهایی که نهفته می باشن. مثلا مردم از حکاکی اینجا نمایش دارن، از رسامی، از دیگه بسیار چیزای مرغوب که از وطن ما هستن دیدن می‌کنیم. بسیار خوب. در این نمایشگاه که آمدین بسیار زیاد چیزای متفاوت است. از کدام چیز زیاد خوش خودت آمده؟ من شخصا بسیار از چیزایی که مثلا انتیک باشه، چیزای دیزاینی باشن و مخصوصا رسامیایش که میبینم از هموطنای ما، دخترایی که اصلا بسیار با استعداد باشن، بسیار نقاشی‌های مقبول دارن و همچنین بخش حکاکیشون هم بسیار دوست. بسیار خوب. تصمیم دارین از اینجا چیزی بخرین؟ بله حتما. چرا؟ چی میخرین؟ اگر بخرم 100% از این بخش می باشه که نام گرفتم. بسیار خوب. تصمیم از این خودتان دارین که اما تو بیاین خودتان در نمایشگاه اشتراک کنین، یک بخشش کار کنین؟ حتما. چرا نه؟ اگر موقع مساعد شود که مصدر خدمت باشیم به هموطنان ما. بسیار خوب. امروز روز پنجم نمایشگاه است. در هر پنجمش اشتراک کردین یا نه روز اولتان است؟ نه خیر، این بار روز اول است. روز اولتان. خودتان چطور؟ اول خواهر هستین؟ بله خواهر هستیم. بسیار زیاد خوب. خوش شدم که همراهتان هستیم. سلامت باشید. دوستای عزیز، فعلا من در بخش عزیز هستم که اینجا دواها به نمایش گذاشته شده. فعلا همراه همین مسئول اینجا صحبت میکنیم. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. جور است بخیر است.
سلامت باشین، زنده باشین. اگر خود بسیار زیاد کوتاه به بیننده ما معرفی کنید. من نام عبدالکریم هوتک د سنوفارما د هیئت مجرا غړي. بسیار خوب، شما بخش همی دوا را دارین. درباره این شرکت دوا بگوین که اینجا شما آمدین به نمایش گذاشتین. سنوفارما یو سهامي شرکت دی چې تقریبا د 1 کسانو څخه مشتمل دی. د افغانستان په 4 دیرش ولایتو کې نمائندګي فعلا لري او تقریبا 3.5 کلمو پرې زموږ درمل رسیدلي چې په هغه کې شربت، کپسول او ګولۍ دي چې هیوادوالو ته عرضه کوو. بسیار خوب. دوایی که اینجا آوردین بیشتر از کدام کشور است؟ دلته دغه دوا چې زموږ سره سته دا خپل د دې په افغانستان کې تولیدېږي، په افغانستان کې جوړیږي او په افغانستان کې افغانانو ته عرضه کیږي. کوم خارجي هیواد څخه نه راځي، د دې تولید د وطن دی، د افغانستان خپل تولید. بسیار خوب. چقدر تاثیر گذاشته این 5 روز نمایشگاه بالای همین شرکت دواسازی؟ فکر کوم چې په مجموع کې نمایشګاوي اگزیبیشنونه نه یوازې د دواو لپاره د افغانستان د داخلي تولید د صنعت لپاره ډېر مفید او ګټور ګام دی. په دې خاطر باندې چې زموږ هیوادوال د دواو د داخلي تولید هر شی چې دلته تولیدېږي د داخلي صنعت سره آشنایي پیدا کوي او پر هغو اعتماد پیدا کوي. دا زموږ د وطن د صنعت د ملاتړ او د داخلي تولید د تقویې لپاره یو بهترین کار دی. نظرات مردم چگونه است درباره این؟ خلک ډېر خوشحاله دي. په مجموع کې موږ د خپل شرکت اړوند ویلی شو چې الحمدلله ډېر مریضان، ډېر ډاکټر صاحبان دلته، ډېر د روغتونونو شفاخانو مالکان راغلي دي، د دواو څخه په اصطلاح رضایت ښودلی دی. ډېر د خوښۍ ځای دی الحمدلله. بسیار خوب. در این 5 روز نمایشگاه که برگزار شد همراه کدام شرکت یا کدام شفاخانه شما تا بال قرارداد کردید؟ موږ الحمدلله د مخکې څه بیا تر اوسه پورې موږ د مختلفو وزارتونو سره کار کوو، مختلفو شفاخانو سره مو هم کارونه کړي دي، قراردادونه مو سوي دي. ډېر خلک نوي راغلي دي دلته چې هغو د سنوفارما د دوا سره مخکې آشنایي درلوده، د نږدې نه ولیدلي. هغه هم راغله الحمدلله، د هغو هم اعتماد پیدا شو او موږ ته اډرونه راکړي دي، زموږ سره تماس کیږي. ډېر مثبت لیدیم. بسیار خوب. به عنوان آخرین پیامتان کسایی که ما را فعلا بیننده هستند چی پیام دارین برایشان؟ غوښتنه مو دا ده چې ټولو هیوادوالو ته موږ ډاډ ورکوو چې زموږ سنوفارما یو ابتکار کړی دی چې زموږ پر هره دوا باندې قیمت نشته دی. کولی شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ په هره درملتون، په هره شفاخانه کې، په هره دواخانه کې درمل په دغه قیمت رانیسي. د مریض یا مستهلک لپاره موږ قیمت ټاکلی دی چې دا یو بهترین ګام دی. د لومړي ځل لپاره د افغانستان هر وګړی کولی شي چې د سنوفارما دوا په ټاکلي قیمت رانیسي. یوه خبره. او د دې ترڅنګ مو هیوادوالو او صنعتکارانو او داخلي تولید والا هر هغه چې په دوا کې دي، هغه که په نورو بخشو کې دي چې د افغانستان په صنعت کار کوي، غوښتنه او تقاضا مو دا ده، هیله مو دا ده چې پر کیفیت کار وکړي او پر کوالټي کار وکړي، پر ظرفیت کار وکړي، خپلو هیوادوالو ته با کیفیته شیان وړاندې کړي، تر څو چې زموږ د هیوادوالو نور هم پر خپل داخلي تولید باندې اعتماد پیدا شي او د خودکفایۍ خواته ولاړ شو. سلامت باشین، زنده باشین. یک دفعه تشکر که وقتتون برای ما دادین. خسته نباشید. هر کله راسي. سلامت باشید. فعلا من همراه یکی از کسایی هستم که اینجا میخوای از نمایشگاه بازدید کنه. سلام، خوب هستین خواهرم؟ سلام، خوب هستین خواهر جان؟ شکر. سلامت باشین، زنده باشین. چطور خواستین بیاین در نمایشگاه اشتراک کنین؟ من زیاد علاقه در جای بیروبار ندارم، اما امروز دوستایم و استادم زیاد خواستن که دعوت کردن من که گفتم بیاین یک جای تفریحی است، میریم از روحیتان تغییر میکنه، از خاطر خواستم اینجا اشتراک داشته باشیم. بسیار زیاد خوب. مرا فراموشم شد که اسمتان رو بپرسم. اسمتان؟ اسمم صدف نوری. صدف جان. بله. شما اینجا همراه دوستایتان آمدین؟ بسیار زیاد خوب. اینجا از کدام جای زیاد بازدید کردین، دیدن کردین؟ ما از جایایی که زیادتر چی می باشه صنایع دستی از زنان افغان می باشه از اونجا زیاد دیدن کردیم. بسیار خوب. بس کدام چیز زیاد خوشت آمده که میخوایی بخری؟ خوشم یک پیران آمده که قیمتش $2000 است و دیگه نشد بگیرمش. یعنی توان از این دارین که شما $2000 یک پیرانه بخرید؟ نه خیر نه. بسیار زیاد خوب. نظرتون چیز درباره همین نمایشگاه که تو برگزار میشه به خاطر اقتصاد کشور ما چقدر رول مهم داره؟ خب این نمایشگاه که برگزار میشه و اقتصاد کشور خود من نمیفهمم، اما مردم روحیشان تازه میشه و اگر اینجا هم نباشه نمیشه دیگه چیکار کنن، در خانه میشینن زندانی رو باره. اینجا جای تفریحی است که کل میاد دیر میشه و خوب جای است. بسیار زیاد خوب. صدف جان، امروز روز اولتان است که اینجا اشتراک کردین یا نه دیگه روزا میامدید؟ نه خیر، ما بار اولم است که اینجا آمدیم.
بسیار زیاد خوب. در بار اولتان چقدر بالایتان تاثیر داشته؟ اینجا بسیار زیاد کلان است، مقبول هم است، چیزهای خوبش هم به نمایش گذاشته شده. چقدر بالای شما تاثیر داشت؟ تاثیر زیاد داشت، زیاد جای مقبول بود و از دیگه فامیلا هم تقاضا میکنم که بیاین اینجا، روحیشان تازه میشه، روحی شاد پیدا میکنن و کسایی که دیگه به خاطر اقتصادشان میگن، اینجا گپ به اقتصاد نیست، اینجا جایی هست که روحی مردم تازه میشه. بسیار خوب. چقدر تحصیلاتتان است؟ تحصیلاتم ما دیگه تا صنف دهم خواندیم که حالا هم در آموزشگاه علمی المدثر درس میدم، مضمون ترجمه قرآن شریفه هست. بسیار خوب. اگه خودتان یک روز دمتون یک تجارت پیشه شوین، بخش یک تجارت فرا بگیرین، دوست دارین که دمتون نمایشگاه اشتراک کنین؟ ما بله یاد دوستم. بسیار زیاد خوش شدم که امروزتان صحبت داشتم. وقت خوش میخوایم لذت ببرین از نمایشگاه. بیننده‌های عزیز، قسمی که بیننده هستن، فعلا ما امروی کسی هستم که اینجا اون مسئولات خودانه و شیرینی‌هایی که آماده می‌سازن به نمایش گذاشتیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، تشکر، وقت خودتان بخیر. خوب هستین؟ شکر، سلامت باشین. نام زیبایتان؟ حلیمه سلیمان خیل هستم، از ولایت قندهار اومدیم. حلیمه جان، از ولایت قندهار آمدین به خاطر که در این نمایشگاه اشتراک کنید. از راه بسیار زیاد دور آمدین. چقدر تاثیر داشتی نمایشگاه بالایتان؟ زیاد تاثیر خوب داشت. یعنی محصولات ما زیاد فروخته شد، امروی زیاد تفاعل دیدیم که امروی ما گفتن کمک میکنیم. بسیار خوب. این شیرینی‌ها مکمل خودتان آماده ساختین؟ از ولایت قندهار اینجا آمده؟ بله، از ولایت قندهار اومده. ما شرکت ما کلش زناست. او زنایی است که بیوه بی سرپرست است، اولاداشون سرسرک کار میکنه. ما اولاداشون در مکتب شامل کردیم و فیسش خود ما میدیم. امروز ما دخترایی هستن که در اینستیتوت درس میخوانن و خود ما فیسشون میدیم و بعد از او که درس خودشون خلاص کردن ما امروز ما کار میکنن. بسیار خوب. در 5 روز نمایشگاه از راهی که بسیار زیاد دورم که آمدین، فروشات داشتین اینجا؟ بله، بسیار زیاد فروشات داشتیم دیگه. کلشان زیاد گفتن که یعنی چطور که قندهار قلشنی بابو خودش تولید میکنه، یعنی کلش زیاد فروشات کردیم. این تا 3 دفعه ما پس از قندهار مال خواستیم. بسیار خوب. اینجا قیمت‌های هر شیرینی فرق میکنه؟ بله. قیمتی ترین و اما تو خوشمزه ترین شیرینی تان کدام است؟ کلچه قندهاری است که کلگی فکر کنم کابلیا کلچه نوروزی میگن، مگر ما کلچه قندهاری میگیم، شاید زیاد خوشمزه است و مردم هم میره انتخاب میکنن. بله، کلچه قندهاری گفتن میره انتخاب میکنن و یک رقم صندلش داریم شیرینی است، زیاد در قندهار مشهور است، یعنی او را زیاد فروشات داریم. بسیار زیاد خوب. بسیار زیاد خوش شدم که امروز شما مصاحبه داشتم، برنامه داشتم، صحبت کردم. همیشه موفق باشین و سرفراز باشین. تشکر از زنده باشین. بیننده‌های عزیز، فعلا من همراه یکی از هموطنان دیگه ما هستم. امروزشان صحبت میکنم. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. زنده باشین، خسته نباشین. سلامت، زنده باشین. تشکر. شما در نمایشگاه اشتراک کردین، امی لباسا را به نمایش گذاشتین. درباره این برندتون، امی لباسایی که اینجا به نمایش گذاشتین اگر معلومات بدین. خانم آنایتا پارسا هستم، مدیر مسئول خیاطی بانوی شهر از مزار شریف. لباسایی که ما تهیه کردیم در کارخانه کلا لباسای مجلسی است، لباسای محفلی، لباس عروس سفید، لباسای شیرینی خوری و یکی از نمونه‌های بسیار کوچک کار ما را آوردیم در شهر کابل تا ببینیم استقبال مردمشان چه رقم است. بسیار خوب. لباسا رو خودتان میسازین؟ کلا طراحیشان دست خودمات و دختشان. از ولایت مزار اینجا میآید؟ مزار شریف. در 5 روزی که اینجا نمایشگاه برگزار شده، بسیار زیاد از ولایت دور هم اینجا آمدین. شما چقدر تاثیر داشت بالای فروشاتتان؟ در جمع بالای همه کسایی که در نمایشگاه اشتراک کردن خانم‌ها نتیجه زی مثبت بوده، چون سابق هر کس در روی خانه کار میکردن، در کارخانه و کارشان دید نداشت. نمایشگاه باعث میشه که غیر از خودشان تمام جای دنیا ببینن که خانم‌ها چی هنرایی دارن. بسیار خوب. خودتان چطور خواستین بیاین در این نمایشگاه اشتراک کنید؟ شخصا خودم از طرف دفتر ضمیر فاوندیشن و حسیبا دعوت شدیم، چون کارهای مرا دیدن، حمایت میکردن و از ما خواستن که در نمایشگاه باید اشتراک کنم. بسیار زیاد خوب. تشکر. اونجا یک لباسی بود که بسیار زیاد توجه مرا جلب کرد. بالای لباس 20 افغانی نوشته بود. ما چی شدم فکر کردم، گفتم 20 افغانی از دیدن از اون میگیرین یا قیمت از اون؟ نه خیلی، 20 افغانی
افغانی فقط به خاطر سرگرم ساختن مردم است. ببینیم که نظریاتشان چقدر است، چی توقع از ما دارن، آیا پرداخت 20 افغانی روی قره دارن یا خیر. لباس ما 20 افغانی قره کشی است، قیمت نهاییش $250 است. $250 بسیار خوب. کسایی که از اینجا بازدید کردن از لباسایتان انتخاب کردن، لباسایتان را خوش کردن؟ دقیقاً، مخصوصا لباس نقشی افغانستان که موری خوب کار شده واقعا جلب توجه مردم بیشتر بوده. او لباس بسیار زیاد مقبول معلوم میشه. او هم کار خودتان است؟ کلا کار خانمایی است که امرای ما کار میکنه. واقعا که با استعداد هستین، کارتان قابل قدر است. خوش شدم که امرایتان صحبت کردم. همیشه موفق باشین، سرفراز باشین، بازم خسته نباشین. شما هم خسته نباشین، سلامت باشین. دوستای عزیز، این بود برنامه امروزی ما. امروز آمدم در نمایشگاه امام ابو حنیفه دیدار کردم و بعضی از چیزای دیگر هم دیدم. واقعا خوشم آمد. تا برنامه‌های بعدی الله یار و مددگار همه تان شما را میسپارم به الله متعال.